فهمه، نه اتباع فقه دلیل را میفهمه، اصلا نمیفهمه، هیچ سرش از اینها باز نمیشه و از مذاهب علمای دیگر هم چیزی نمیدانه. بنابراین هر کس که مخالفتی اندک حتی گاهی با مدرسهش بکنه، با استادی که پیشش درس خوانده مخالفت بکنه، غیر مقلد و وهابی و سلفی و نمیدانم فلان و از این حرفا. گوش کنید ادامش. خب وقتی که حدیث صحیح باشه و مذهب امام صاحب است، پس ما میتونیم میره مذهب خود بسازیم، کس امر بکنیم که بره از پیشاب و شتر استفاده بکنیم، در حالی که مذهب ما اینو نجس میگه، اما حدیث میگه نجس نیست، مذهب میگه نجس است. و بیا شما را همه تو فریب میگه در حدیث تو آمده و در مذهب تو کدامش قبول داری؟ در حدیث آمده که دستت تا شانه بالا کن. خب یک مسئله، صبر کن اینجا. خب فکر کنم که میآید روی این مسئله، اجازه بدید، چون بحث بول حیوانی که گوشتش خورده میشه یا خاصتا شتر را اینجا مطرح کرد، ادامه بدین، فکر میکنم بیان میکنه. در مذهب آمده که دستت تا گوشت بالا کدامش قبول نکنی. خب این جهلتو رو نشان میده دیگه، جهلتو رو نشان میده. الا اینکه در حدیث صحیح آمده که برابر شانه ها، در حدیث صحیح آمده برابر گوش ها. اگر کسی اعتراض میکنه برای که تو برابر گوش ها بلند میکنی، حدیث صحیح نداری و تو داری اینطور هرچی به دهانت میای میگی، تو هم جاهلی اونم جاهله. و درستش اینه که حدیث در صحیح مسلم است، برابر با گوش ها اشکال نداره که. و رسول الله علیه السلام به گونه های مختلف ازشان روایت شده. حتی بعضی از اهل علم بین این دو جمع کردن، گفتن دسته ها به حدی گرفته شود که سر انگشت ها برابر گوش ها برسه و بیخ دسته ها یا بند دست ها برسه برابر شانه ها، تا به هر دو روایت عمل بشه. اشکالی در این مسئله نیست، ولی چون تو نمیدانی فکر میکنی که مذهب گفته برابر گوش ها، حدیث صحیح گفته برابر شانه ها، یعنی حدیث صحیح وجود نداره که برابر گوش ها باشه. هم تو جاهلی، همونی که اعتراض میکنه جاهله. خب کشیدید از مذهب نه؟ یعنی امام صاحب حدیث نمیفهمه، این ملا صاحب میفهمه. امام صاحب مذهب حدیث رو میفهمه، این ملا صاحب میفهمه. خب ببینید اینها عاطفی برخورد کردن از در مسائل علمی، این علمی نیست. عرض کردم، من به طور مفصل برایتان صحبت کردم، این علمی نیست، این عاطفی برخورد کردن، مردم را شوراندن، مردم عوام بیچاره‌ای که نه به این نه مذهب امام صاحب را میدونه، بر مذهب توی ملا صاحب است، توی ملا صاحبی که داخل مسجد هستی، اون عوام بیچاره در مذهب تو چی میدونه که دیدگاه امام ابو حنیفه چیست؟ حتی اکثر شماها نمیدانید که دیدگاه امام ابو حنیفه چیست. یعنی انتها آنچه که در مدارس افغانستان و بقیه جاهاست، یعنی در پاکستان و هند و اینها، یعنی طلابی که در ابتدای راه هستن، حالا مثلا قدوری میخوانن، کنز میخوانن، هدایه میخوانن، یعنی هدایه دیگه خیلی بالاست. حتی اکثر شماها به اون درجات مثلا مانند کتاب بدایع الصناعی یا کتاب امام سرخسی و برخی دیگر از کتب شما حتی به اینها نمیرسید، چه برسه که به کتب ظاهر و روایه امام محمد ابن حسن شیبانی برسید، چی برسه به این که دیدگاه امام ابو حنیفه را بدانید. خلاص گفتن و علیه المذهب و علیه الفتوى، تو همون را میگیری، خلاص دلت خوشه که بر مذهب امام ابو حنیفه هستی و دیدگاه امام ابو حنیفه را تو دنبال میکنی، در حالی که بسا موارد دیدگاه صاحبین است، یا بسا مواردی که حتی متأخرین فتوا دادن هستند، فتوایی از امام وجود نداره در این مسئله، ولی تو دلت خوشه که من بر اساس مذهب امام ابو حنیفه هستم. طبعا یعنی وقتی میگیم متأخرین، اونهایی که بر اساس اصول مذهب روانن، حالا مجتهد فی المذهبن، یا ای که به هر حال در بعضی از مسائل اجتهاد میکنن و امثالش. به هر حال حالا این مباحث بگذارید کنار، ولی دلش خوشه دیگه، خیلی خوشه، یعنی مردم عوام بیچاره اونجا نشسته، اونها رو داره فریب میده. خب میشتویم ادامه را. خوشحاله اسلاف ما او بزرگان نفهمیده بودن، حالا فهمید انسان. خب چی ایرادی داره؟ اسلاف ما ندانستن، ما دانستیم، خب چی ایرادی داره؟ مگر امام معصومه؟ مگر امام کامله؟ مگر امام پیغمبره که حتما لابد باید همه این مسائل را دانسته باشه و همه روایات به او رسیده باشه، خاصتا در عصر و در زمان و در شرایط و در مکانی که امام ابو حنیفه رحمه الله زیست داشتن. شما ببینید عصر فتنه و فساد و منطقه عراق و چقدر مشکلاته،
به خاطر همین بسا روایات را امام ابو حنیفه اعتماد نمیکرد، رد میکرد، چون احساس میکرد از طرقی به او میرسید که این طرق خالی از خطا و سالم از اشکال نبود. ولی بعداً شاگردانش مثلا به بعضی از روایات رسیدن، بعضی از مسائل رسیدن. امام محمد ابن حسن شیبانی، امام ابو یوسف رحمهم الله و برخی دیگر از شاگردانش، خصوصا این دو بزرگوار، در مسائلی با استادشان مخالفت کردن، نه در یک مسئله، نه در دو مسئله، در ده ها مسئله مخالفت کردن و حتی در فقه حنفی علیه الفتوا یا قول مفتابهی بر اساس قول این بزرگواران است. تو مگر این حرفا رو میفهمید؟ شماها مگر میفهمید؟ شماها فقط در همون محدوده مدرسه‌ای که درس خواندید فکرتان همونه، خلاص. ها اسلاف ما مگر سلف ما فقط امام ابو حنیفه بودن؟ ما دیگه سلفی نداریم، هیچ امام دیگری نبوده، هیچ عالم حدیث دیگری نبوده، هیچ فقیه دیگری نبوده. اونها اسلاف ما نیستند؟ بله میتوانی بگی نیستن. شما خب از شما برمیاد میتونید بگی نیستن. فهمیده پیدا شده. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نی جان من خطا اینجاست. والله این سخن در مورد خودش شدیداً صدق میکنه. هدفم چی بود که یک مطلب به شما رساندم. انشالله از مذهب نمیبرای. انشالله از مذهب که نمیبریم. میگه نه انشالله. کشیدن الله. درست است که ما شما خود نبر آمدیم الحمدلله. از آبا و اجداد در مذهب هستیم. اما یک تعداد دو دله ساختن. امروز که ما از مذهب گپ میزنیم، شما خود قدر در صفحات اجتماعی نیستی که پای اواخر میشه. گپ مذهب که میزنم میبینم که چند نفر کامنت خوب داده، چند نفر کامنت بد. خیلی برشان اهمیت داره، حرف مردم برشان خیلی اهمیت داره. چند تا لایک خورده، چند تا دیسلایک خورده، چند تا کامنت خوب شده، چند تا کامنت بد شده. چقدر خوشحالن ماشاءالله، ماشاءالله. چقدر وهابی داریم و چقدر مذهبی داریم. چقدر وهابی داریم، چقدر مذهبی داریم. خب کلش بر من نمایان میشه. کسی که اهل مذهب است دفاع میکنه که مولوی صاحب بسیار گپ حق گفته. فقط اونهایی که اهل مذهب هستن تاییدش میکنن. خب اما کسی که اهل مذهب نیست میگه نه این خلاف کتاب الله و خلاف سنت رسول الله گفته. یک علامه بزرگه. کسی که گفت خلاف کتاب الله و سنت پیامبر گفتی، خلاص دیگه این وهابی است. حالا حتی این ملا صاحب خودش بیه چیزی بگه، کسی بگه تو مخالف کتاب الله و سنت پیامبر حرف زدی، چی میگه؟ آها این وهابی است. چرا؟ چون ببینید این استدلال را، چون من مذهبی هستم، چون من مقلد هستم، هر کس با من مخالفت بکنه دشمن تقلیده و دشمن مذهبه. ماشاءالله ماشاءالله. خب خلاف حدیث گفته. درست است، خلاف حدیث پیشتر هم گفتم، اما صحیح بود یا نبود؟ پیشتر یک استغفر الله، این حرفش بسیار خطرناکه، ولی این نمیتونه هدفش را برسانه. من میدانم که این چی میخواد بگه، من میدانم که چی میخواد بگه، حرفش را متوجه میشم، ولی چون این یک بخش خوانده و خیلی چیزای دیگر نخوانده نمیفهمه، خودش حرف زدن خود نمیفهمه. این میخواد بگه که بله حدیث صحیح وجود داره، ولی ممکنه این حدیث منسوخ شده باشه، ممکنه این حدیث به هر حال ظنی و دلاله باشه، دلالتش چیز دیگری باشه، برداشت دیگری شود از اون کرد. ولی در برابر ائمه مذاهب یا به اصطلاح امام مذهب یا کسایی که در این مذهب بودن، در این دایره بودن، علمای آمدن خلاف اون روایت گفتن، ظاهرا خلافه اما در واقع نیست. این میخواد این را بگه، ولی چی میگه؟ میگه ببینید بله حدیث صحیح بود، ولی ما خلافش را گفتیم، خلافش درست بود یا حدیث صحیح. نمیفهمه چی میگه. والله به تنهایی این حرفش خطرناکه، حرف زدنش رو متوجه نیست که چی میگه. مثلا خلاف حدیث به شما نگفتم؟ در حدیث بول ما یوکل لحمه پاک است از گو و گوسفند، اما در مذهب نجس است. خب ببینید دوستان عزیز، همین نکته رو این نمیدانه که حتی در بین علمای مذاهب کسایی هستند